سلام، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جای دنیا که هستی خوب و سلامت باشی. یکی از رازهای سلامتی خوردن غذای سالم و مفیده. خارجی‌ها یه ضرب المثلی دارن میگن You are what you eat، یعنی اگر خوب بخوری خوب میمونی. در برنامه امروزم میخوام یک غذای خوشمزه، سالم و راحت درست کنم. بریم ببینیم این غذای چیه و چطوری درست میشه. یک غذای سالم و رژیمی. این ماهی سالمون بسیار خوشمزه و مقویه. در ضمن طرز تهیه‌اش هم خیلی راحته. ماهی سالمون با زنجبیل و سیر عالی میشه. یه تیکه از زنجبیل رو میبرم، پوستشو میکنم و رندش میکنم. همین کار رو با یک حبه سیر بزرگ انجام میدم. من از فیله ماهی سالمون بدون تیغ استفاده میکنم. چند تا برش ریز به ماهیام میدم. سیر و زنجبیل رنده شدم و داخل این برشا میکنم. به ماهیا فلفل و نمک اضافه میکنم. کمی روغن زیتون روشون میریزم و با دستم کمی ماساژ میدم تا روغن زیتون روی کل سطح ماهی پوشونده بشه. به مدت نیم ساعت ماهی رو میذارم توی یخچال تا کمی مواد را به خودش بگیره. چون ماهی روغن پس میده، روی سطح فرمو با فولیه آلومینیومی میپوشونم. فر رو روشن میکنم که حسابی داغ بشه تا ماهی به آلومینیوم نچسبه. به مدت 15 دقیقه ماهی ها رو میذارم توی فر تا بپزه. با این ماهی سس شیوید عالی میشه. حتما امتحان کنید. دستورالعملش رو در سایتم یا کانالم پیدا میکنید. خب دوستان، ماهی سالمونم حاضر شده. چون غذای امروزم رژیمیه، مخلفاتم رو بخارپز کردم. مخلفاتم شامل سیب زمینی، بروکلی، گلکلم، لوبیا سبز و هویجه. یک حلقه لیمو هم میبرم میذارم روی سالمونم و آخر سر کمی سس شیویت رو میریزم کنار بشقابم. به همین راحتی یک غذای رژیمی خوشمزه و سالم درست میشه. بفرمایید شام. سعی کنید در طول هفته از غذاهای مختلف استفاده کنید. من شخصا گوشت قرمز رو یک بار در هفته میخورم. بیشتر از گوشت سفید مثل ماهی، مرغ یا بوقلمون استفاده کنید. سبزیجات و سالاد حتما در غذاهاتون باشه، چون سرشار از ویتامین، املاح و فیبر هستند. فیله سالمون خیلی نرم و لذیذه. حتما پیشنهاد میکنم در وعده غذاییتون قرار بدید. تا برنامه بعد، خدا حافظ.